فرانسوا بتانکاور میر با ثروتی بالغ بر 80 میلیارد دلار ثروتمندترین زن روی کره زمین است. فرانسوای 70 ساله که نامش در باشگاه میلیاردرها در کنار نامهای بزرگ دنیای فناوری چون ایلان ماسک، مارک زاکربرگ، لری پیج، جف بیزوس و بیل گیتس آمده، نوه اوژن شولر بنیانگذار لورئال است. در سال 1909 شیمیدانی فرانسوی به نام اوژن شولر فرمول رنگ مویی به نام اورئال را ایجاد کرد. او پس از دستیابی به این فرمول محصولات خود را با فرمول خودش تولید می‌کرد و تصمیم گرفت آنها را به آرایشگاه‌های پاریس بفروشد. شولر در سال 1919 شرکت خود با نام شرکت رنگ موی ایمن فرانسه ثبت کرد و این شرکت در نهایت به لورئال تغییر نام داد. لورئال در سال 1920 ابتدا کار خود را با 3 شیمیدان آغاز کرد و پس از کسب موفقیت در کسب و کار رنگ مو، پس از مدت کوتاهی تولید سایر محصولات زیبایی و پاکسازی را نیز آغاز کرد. اکنون محصولات این برند با بیش از 500 برند زیر مجموعه عرضه می شود. جالب است بدانید که فرانسوا به آرایش کردن و خرید لباس علاقه‌ای ندارد. همچنین در زندگی شخصیش یک خانه لوکس یا خودروی لاکچری ندارد و به شدت گوشه‌گیر است. بر اساس شاخص‌های میلیاردرهای بلومبرگ و فوربس، فرانسوا ثروتمندترین زن جهان است. بلومبرگ او را در ردیف 13 میلیاردرهای جهان و فوربس در جایگاه 11 نشان می‌دهد. با این حال هر دو بر سر ارزش دارایی‌های او که 81 میلیارد دلار برآورد شده است هم نظرند. فرانسوا و خانواده‌اش 33% سهام لورئال، بزرگترین تولید کننده لوازم آرایشی بهداشتی جهان را در اختیار دارند. بر اساس گزارش فوربس در نیمه اول سال 2023 ارزش سهام لورئال 29% افزایش یافت. شرکتی که مالک میبلین، اسی، گارنیه و همچنین شرکت‌های زیبایی مانند اوربان دیکی، لانکوم و کیلز هم محسوب می‌شود. بخش زیبایی خانه‌های مد لوکس از جمله ایو سن لورن و والنتینو نیز تحت لیسانس لورئال هستند. مادر فرانسوا، لیلیان شولر، پس از مرگ پدرش، اوژن شولر، در سال 1957 ثروت و اداره شرکت او را به ارث برد. لیلیان به همراه همسرش آندره بتانکاور، سیاستمدار فرانسوی، به دلیل میهمانی‌های پرزرق و برقش در فرانسه مشهور بودند. اما فرانسوا کمتر به سبک زندگی اجتماعی والدینش علاقه‌مند بود و ترجیح میداد در خانه بماند و پیانو بنوازد یا کتاب بخواند. رابطه مادر و دختر از زمان نوجوانی فرانسوا تیره و تار بود. لیلیان در مصاحبه‌هایش اغلب لحنی انتقادی درباره دخترش داشت و او را کودکی سرد می‌نامید. در بزرگسالی فرانسوا تصمیم گرفت بر حرفه نویسندگی تمرکز کند و درباره موضوعهای مختلف از اساطیر یونان گرفته تا یهودیت و کتاب مقدس مطلب بنویسد. فرانسوا در حال حاضر عضو هیئت مدیره لورئال، رئیس شرکت و صاحب 33% از سهام لورئال است. دعوای میراث رابطه او با مادرش را از قبل هم بدتر کرد. دوستان، تا اینجای ویدیو اگر مطالب برای شما جالبه، لطفاً اون رو لایک کنید و حتماً تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید. در این دعوا فرانسوا میر مدعی شد که ماری بانیر عکاس از دوستیش با لیلیان سوء استفاده کرده و با فریب او حدود 1.4 میلیارد دلار پول نقد، آثار هنری و بیمه عمرش را از او گرفته است. این پرونده در سال 2015 به دادگاه رفت و بانیر به سوء استفاده محکوم شد. لیلیان در مصاحبه‌ای در سال 2008 گفته بود: من دیگر دخترم را نمی‌بینم و نمی‌خواهم که ببینم. برای من دخترم به یک چیز بیروح تبدیل شده است. این دعوا اسرار خانوادگی فراموش شده را هم برملا کرد. از جمله گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر اینکه آندره، پدر فرانسوا و پدر بزرگش اوژن شولر هوادار نازی‌ها بودند. اینسایدر گزارش داد که شولر
عضو یک انجمن مخفی بود که برای سرنگونی دولت جمهوری فرانسه در دهه 1930 نقشه می‌کشید. شولر که در دفتر لورئال در پاریس میزبان جلسات گروه بود، این گروه را که با چندین قتل و بمبگذاری مرتبط بودند تامین مالی می‌کرد. او هیتلر را می‌ستود و برای مطبوعات طرفدار آلمان مقاله‌های ضد یهود می‌نوشت. فرانسوا با مرگ مادرش در سال 2017 10 میلیارد دلار ثروت و عمارت‌های مختلفی به ارث برد. از جمله خانه‌ای عظیم در حومه ثروتمند نشین غرب پاریس. فرانسوا با همسرش ژان میر مدیرعامل شرکت فرانسوی تتیس، تولید کننده مشروبات الکلی و عضو هیئت مدیره نسله زندگی می‌کند. این زوج 2 پسر به نام‌های ژان ویکتور و نیکولا دارند. ژان ویکتور به همراه مادرش عضو هیئت مدیره لورئال است. آنها مانند اغلب شرکت‌های خانوادگی تلاش می‌کنند ثروت به دست آمده را در خانواده نگه دارند. در انتها باید بگم برای بیشتر دیده شدن این ویدیو لایک و کامنت رو فراموش نکنید و حتما اون رو با دوستان خود به اشتراک بگذارید و ویدیوی بعدی رو از دست ندید.